یک بار دیگه پاس در دیگه مسعود حسن‌زاده در اون محوطه جریمه ضربه‌شو میزنه، همچنان فرصت و به تیر دروازه میخوره. این صحنه است که پاس زمینی داده شد، فکر کنم هادی سهرابی بود که این پاسو داد تند و تیز در تیم ذوب‌آهن. رجب‌زاده ارسال برای برتینیا، یه ضربه سر. سبا و مس هم که همزمان بازی دارن بازیشون 0-0. هر سه بازی که برگزار میشه مساویه بدون گل. برتینیا میچرخه، میتونه شوت بزنه، بیاتینیا دروازه خالی و گل برای ذوب‌آهنی‌ها توسط تبریزی. با پای چپ قدمی به روی دروازه، یه ضربه حساب و گل مساوی برای داماشی‌ها توسط مسعود حسن‌زاده. داماش 1 ذوب‌آهن 1. تبریزی زنده اولین گل بازی. بیاتینیا حدادی فر و توپ رو دور میکنه میلاد فراهانی. کورنر برای تیم ذوب‌آهن. چیکار دارن میکنه اونجا مدافعین داماش؟ به تیر دروازه میخوره، برمیگرده و مرتضی ابراهیمی توپ رو به کورنر میفرسته. نگاه کنید این لحظه است که توپ آمد، دوباره فرستاده شد در این سمت، ضربه زده میشه، به تیر دروازه میخوره بعد از تأثیری که عادی محمدی گذاشته بود. کورنر زده میشه، کوتاه، فرصت و گل زیبا برای تیم داماش 2 ذوب‌آهن 1. توپی که مستقیم آمد و رفت توی دروازه. باید ببینیم چه خواهد شد این صحنه. مصطفی حاجتی میزنه و گل سوم برای داماشی‌ها. چقدر قشنگ زد این مصطفی حاجتی با کات داخل با پای چپ. کجا زد توپ رو؟ باید ببینیم چگونه محسن مسلمان خواهد زد. ارسال به روی دروازه، یه ضربه سر، فرصت داخل محوطه جریمه و توپ رو کجا میزنه رجب‌زاده؟ مستقیما توپش به بیرون رفت. کرد جهان، یه فرصت، دروازه خالی، حسن‌زاده و گل چهارم برای داماش 4 ذوب‌آهن اصفهان 1. چهارمین گل داماشی‌ها. عالی جا گذاشت میلان میاتوویچ رو. ارسال به روی دروازه، فرصت و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. باران هر لحظه داره شدیدتر میشه در یک روز بارانی و چه توپی رو در میاره میلاد فراهانی. یه فرصت دیگه، امین متوسل‌زاده تک به تک و گل، باز هم گل و گل پنجم برای داماشی‌ها توسط